امروز بهترین نعمتی که ما و شما داریم برادران عزیزم این دینی پاک است. ارزش و قیمت این دین را، این فرهنگ را بدانیم و آن را قدر کنیم که با چی زحمت ها به ما و شما اومده و رسیده است. ما خدا را شکر میگوییم که تولد شدیم، نام خداوند بر ما خوانده شد. از تولدمان تا حال خدا را میشناسیم و عبادت میکنیم. باید این نعمت را قدر کنیم برادران عزیزم، تا اینکه خداوند جل و علا نعمت‌هایش را برای ما ابدی و مبارک و با برکت بگرداند. نعمت دین این بالاترین نعمت است. نعمت شناخت خداوند بالاترین نعمت است. نعمت تنصیحتی و نعمت وطن آرام، صلح و ثبات و تنجی و آرامی و آسودگی، اینها نعمت‌های بالاترین از خداوند جل و علا. پس باید به قدر این نعمت بزرگ برسیم. در هر ذکر و دعا و مناجات و نماز خود، در حق خود، در حق فرزندان خود، در حق پدر و مادر خود، در حق وطن، در حق مسلمانان، در حق تمام انسانیت دعا کنیم. در سوره بقره دعاهای زیادی است از حضرت ابراهیم علیه السلام. و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا البلد آمنا، و به یاد آر که حضرت ابراهیم دست برداشت و دعا کرد پروردگارا وطنم را، این سرزمین را امن و امانش را همیشگی بگردان. باید این دعای همه ما و شما باشد برادران عزیزم. در حق خود دعا کنیم، در حق وطنمون دعا کنیم، در حق همسایگانمون دعا کنیم، در حق مظلومینی که در غزه قرار دارند دعا کنیم، در حق تمام برادرانی که در آسیا و افریقا قرار دارند دعا کنیم، دعای نیک کنیم. اگر انسان برای خودش دعا کند برای او پاداشی داده میشه. اگر مسلمان برای تمام انسانیت دعا کند خداوند به عدد تمام انسانیت بر او پاداش و اجر میده. دعا مغز عبادت است. دعا سلاح مؤمن است. دعا تقدیرها را از بدیها و نیکیها عوض میکند برادران عزیز. دعا باید یک عمل اساسی برای هر یک مسلمان باشد. برادران گرامی، یکی از ارزش‌های اساسی اسلام که به استواری جامعه و رونق همزیستی آسایشته مساعدت میکند احترام همدیگر میباشد. احترام دیگران نه تنها در دایره خانواده بلکه در تمام جامعه و در معاشرت با دیگر ملت‌ها و فرهنگ‌ها مهم است. دین مبین اسلام به انسان‌ها توصیه می‌دهد که نابسته از ملت، مقام، وضع اجتماعی خود با احترام، محبت و برابری مناسبت نمایند. ما در سوره حجرات آیت 12 می‌خوانیم که خداوند جل و علا می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. صدق الله العظیم. سوره حجرات که سوره 49 و آیت 13 است. خداوند جل و علا می‌فرماید ای مردم به درستی که شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را قوم‌ها و قبیله‌ها ساختیم تا با یکدیگر شناس شوید. هر آینه گرامی ترین شما نزد خداوند جل و علا پرهیزگارترین شما هست. خدا دانا و خبردار است. این آیت به دو نقطه مهم اشاره میکنه. برابر بدن همه انسان ها در نزد خداوند جل و علا. خداوند تمام مردم جهان را از یک مرد و از یک زن آفرید. نوابسته از نژاد، ملت، رنگ، پوست، زبان و یا وضع اجتماعی هر یک انسان نزد خداوند جل و علا برابر است. هر یک انسان باید قدر خود را بداند. خداوند جل و علا میگوید که و نفخ فیه من روحی، من از روحم به او دمیدم
ولقد کرمنا بنی آدم، من فرزند آدم را کرامت دادم. فرزند آدم، انسان خودش زیباترین مخلوق است. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و در حقیقت ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم. هیچ مخلوقی رو نمیابید شما در زمین و آسمان و کیهان و تمام مخلوقات شما نمیابید که از انسان زیباتر و کاملتر باشه. پس به یکدیگر نقص نگیریم. تو سیاهی، تو زردی، تو قدت پست است، تو قدت بلند است، تو تاجیکی، تو ازبکی، اینها نزد پروردگار جل و علا هیچ فضیلتی ندارند، برای که همه ما و شما رو خداوند آفریده است. تو از کدام قومی، من از کدام قومم، تو گجاگی، من گجاگیم. اینها نمیتوانند یک انسان را از یک انسان دیگر بالاتر برند. تنها کی از کی بالاتر است کی میدونه؟ خداوند جل و علا خودش تنها، و این هم علم غیب است، نزد خداوند جل و علا هست. پرهیزگارترین شما آنی که با تقواترین است. و در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیر الناس، بهترین مردم، انفع الناس، بهترین انسان ها، بهترین مردم همون هایی که منفعتشون، نیکی هایشون، خیرشون به دیگران، به انسان ها زیادتر میرسه. وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودند در مسجد که از انصار، از اهل مدینه صحابگان داخل مسجد شد، در حالی که مسجد جای زیادی داشت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کمی خودشون رو یک طرف کردند، یعنی جای دادن به همون مسلمان، به همون صحابهش، و گفت ای پیامبر خدا در مسجد جای زیاد است، برای چی شما خودتون رو یک طرف کردید؟ این چی هست؟ این احترام است برادران عزیزم، احترامی یک مسلمان، احترام یک انسان. همین کعبه رو که میدونید برای تمام مسلمان ها مقدس است، قبله همه ما و شما است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روزی روی کعبه ایستادن و گفتند ای کعبه تو جایگاهت بالا هست، ولی خون و مقام و ناموس، یا گوییم یک جایگاه یک مسلمان از تو بالاتر است. برای که کعبه رو حضرت ابراهیم با فرزندانش حضرت اسماعیل ساختند، اما انسان را خداوند جل و علا خودش ساخته است. هیچ کس حق ندارد به کعبه به احترامی کند، به مقدسات به احترامی کند، اما انسان باید جایگاه خودش را بداند، جایگاه یک مسلمان را بداند، جایگاه یک انسان را بداند. نو بس از دین خداوند جل و علا میگه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. اگر شما میبینید یک بت پرست بت میپرستد، یک گاو پرست اگر گاو میپرستد، شما به همون چیزی که او اله گرفته است، او رو خدا گرفته است احترام میکند و مقدسات میشمارد، و او به احترامی نکنید، بتش را نشکنید، او را سخت نگویید، او را بد نگویید، او را لعنت نگویید. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، و اونی که بغیر خدا را میپرستد، اون که مشرک است، به خدای او یا به همون بوتش که جان ندارد، جسم ندارد، به احترامی نکنید، توهین نکنید، نشکنید. بگید فیسب الله عدوا بغیر علم، که در عوضش باز به احترامی به خدای جل و علا نکنید.